صبر کن، شاید این همون پیامیه که امروز خدا میخواد تو بشنوی. مدت هاست میگی خدایا چرا این همه سختی؟ چرا هیچ چیز درست نمیشه؟ اگه بهت بگم خدا برای زندگی تو نقشه داره و هیچ دردت بی دلیل نیست و هیچ اشکت روی زمین نمیفته که خدا ندیده باشه، آیا باور میکنی؟ آیا میپذیری که همین سختی هایی که امروز دارن خستت میکنن همون راهی هن که خدا داره باهاش درهای جدید رو به روت باز میکنه؟ پس عجله نکن، فقط یک نفس عمیق بکش و همه چیز رو به دستای خدا بسپار. و این رو بدون وقتی خدا بخواد از بین 1000 تا نشد یک میشه میسازه که تمام مسیر زندگیت رو عوض میکنه. برای آنان که خدا را دوست دارن همه چیز با هم برای خیریت در کار است. پس ایمانت رو از دست نده، مطمئن باش خدایی که تا امروز همراهت بوده از این به بعد هم دستتو رها نمیکنه. معجزت از چیزی که فکر میکنی به تو نزدیکتره. فقط ایمان داشته باش.